خبرزاری تازه امرالله صالح. روزهای آینده مردم افغانستان شاهد خبرهای بزرگ خواهد بود. روحی 4 سنبله 1398. امرالله صالح معاون اول تکت انتخاباتی دولتساز میگوید گفتگوهای دوحه میان امریکا و طالبان ربطی به مردم افغانستان ندارد، صرف سرنوشت امریکا و طالبان را مشخص می کند. آقای صالح تاکید می کند این گفتگوها نتیجه اجرایی نخواهد داشت. وی هشدار می دهد که مردم افغانستان تا چند روز دیگر گواه خبرهای خواهد بود که نباید از چگونگی این خبرها اعراض داشته باشند. آقای صالح در مراسم حمایت شورای انسجام جمعیت اسلامی از دسته انتخاباتی دولتساز تاکید می کند که افغانستان به دهه 90 بر نخواهد. شورای انسجام جمعیت اسلامی روز شنبه 2 سنبله حمایت خود را از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی اعلان کرد. سید اکرام معصومی رئیس شورای انسجام جمعیت سرتاسری میگوید جمعیت قبلی که ما و شما داشتیم جز از همین جمعیت بوده و جز همین جمعیت هست و حمایت خود را از تیم دولتساز همینجا اعلان میکرد. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.